سلام، من یاسمین تیموری هستم، کارآفرین، محقق و نویسنده. به کانال من خوش اومدید. تو این کانال من شما رو با کتاب‌ها، مطالب و سوژه‌های آشنا می‌کنم که میتونه تاثیر شگفت‌انگیزی توی زندگی فردی، اجتماعی و حرفه‌ای ما داشته باشه. همینطور کمک می‌کنه که از ما فردی بهتر و متعالی‌تر بسازه. با من باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم اسمش هست جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ. ریچارد باخ یه خلبان آمریکایی بوده که بعد از اینکه بازنشسته میشه به شغل نویسندگی روی میاره. جالبش اینجاست که این کتاب رو ریچارد باخ چندین بار برای چندین ناشر میفرسته، ولی همه ناشرها متفق القول میگن این یه سوژه بسیار احمقانه است و در نهایت وقتی که یه ناشر این کتاب رو چاپ میکنه تبدیل به یه شاهکار ادبی میشه و اینکه میلیون ها نسخه از کتاب جاناتان مرغ دریایی در سراسر دنیا به فروش میره. یه چیز جالبی که برای خودم بود این که من فکر میکردم که این کتاب چون حجمش خیلی کم هست یه کتابیه که باید همه قاعدتا خونده باشنش، ولی تو اطرافیانم توی هفته گذشته میپرسیدم و میخواستم ببینم بازخورد این کتاب چطوریه. از هر کس پرسیدم شما کتاب جاناتان مرغ دریایی رو خوندین؟ تقریبا 100% افرادی که دور برم بودن گفتن نه ما این کتاب رو نخوندیم. برای من خیلی جالب بود. این کتاب با اینکه حجم خیلی کمی داره و بعضی وقتا حتی شاید فکر کنید که مثلا یه قصه برای بچه‌ها نوشته شده، ولی به قدری پیام بزرگ و مهمی داره و درست نشونه میره به انسان نهفته درون هر کدوم از ماها. به خاطر همین فکر میکنم یه کتابی که هر کسی باید بخونه. به همین دلیل هستش که من این کتاب رو انتخاب کردم که فقط شاید پیام مهمش رو بتونم به شماها برسونم. حالا بریم ببینیم جاناتان مرغ دریایی کی بود که تو سراسر دنیا اینجوری غوغا به پا کرده و چه پیام مهمی برای همه ما داره. جاناتان یه مرغ دریایی بود که عاشق پرواز کردن بود. هر کاری میکرد، از هر چیزی میگذشت فقط برای اینکه بتونه تجربه‌های مختلفی از پرواز داشته باشه. مرغای دریایی هزاران سال به یک شیوه و به یک روتین زندگی کرده بودن. نهایت مسافتی که پرواز می‌کردن شاید 1 کیلومتر بود که از ساحل به وسط دریا می‌رفتن و ماهیایی که توی سطح دریا شنا می‌کردن رو شکار می‌کردن، یا اینکه اطراف قایق‌هایی که نزدیک اسکله بودن پرسه می‌زدن تا اونا براشون یه نونی، غذای چیزی پرت بکنن. این سبک زندگی یه نرم زندگی بود برای همه مرغای دریایی، برای تمام فوج قبیله‌ای که جاناتان هم از همون قبیله بود. جاناتان به این فکر میکرد که ما برای این به دنیا نیومدیم که اطراف ساحل فقط پرسه بزنیم و شکاری که یکی از دوستامون گرفته از هم بقاپیم و بدزدیم و فقط شکم خودمون رو سیر کنیم. حتما به وجود اومدن ما و زندگی کردن ما تو این دنیا میتونه یه تجربه دیگه‌ای باشه. اون چیزی نیست که همه فکر میکنن. حتما یه هدف بزرگتری وجود داره. و الا فقط غذا خوردن و قاپیدن غذا از همدیگه این که نشد زندگی. این چیزی بودش که جاناتان فکر میکرد. دوست داشت که ساعتها دور از ساحل، دور از بقیه مرغای دریایی دیگه تو تنهایی خودش پرواز کنه، تو ارتفاعات مختلف بالا بره پایین بیاد و با اینکه میدونست که بعضی از ارتفاعها برای مرغای دریایی ممنوع است و اصلا اجازه ندارن که تو اون ارتفاع پرواز کنن، ولی بازم نمیتونست به هیجانات خودش غلبه کنه. هر بار که توی ارتفاع جدیدی پرواز میکرد احساس میکرد که درهای یه دنیای جدیدی داره به روش گشوده میشه. خودش نمیفهمید چی هستش که اینقدر بهش هیجان میده و چرا هیجان پرواز رو به هر چیز دیگه‌ای تو این دنیا ترجیح میده. مادرش بهش میگفت جان بهتره کمتر پرواز کنی، یه مقدار غذا بخوری، تو هیچی نمیخوری، نگاه به خودت بکن، یه مش پر و استخون شدی. جاناتان جواب میداد مادر اصلا برام مهم نیست اگه یه مش پر و استخون شده باشم، تنها چیزی که برام مهمه اینه که بدونم تو آسمون چه کارهای دیگه‌ای از من ساخته است. پدرش بهش میگفت جاناتان کم کم داره فصل سرما نزدیک میشه، قایق‌ها تعدادشون کم میشه، ماهیایی که دارن رو سطح آب پرواز میکنن به عمق آب میرن و تو دیگه نمیتونی شکار کنی. به جای پرواز کردن بهتری یاد بگیری چطور شکار کنی. درسته پرواز کردن خیلی خوبه، خیلی قشنگه، ولی اینی که چطور شکمت رو سیر کنی از همه چی مهمتره. قانون مرغای دریایی فقط اینه که چطور شکمشون رو سیر کنن.
گاهی جاناتان برای اینکه دل پدر مادرش رو به دست بیاره میرفت قاطی بقیه مرغا میشد، میرفت به قول معروف به فوج گله مرغای دریایی نزدیک میشد، با اونا میشست توی ساحل. ولی یهو به خودش میومد و میگفت عجب طرز زندگی احمقانه ایه. یه بار حتی شکاری رو که با زحمت به دست آورده بود به یه مرغ پیری که سعی میکرد باهاش بجنگه و اون شکار رو از دستش بقاپه تقدیم کرد و گفت نه، من برای این زندگی ساخته نشدم. دوباره پرواز کرد، رفت روی صخره تنهایی خودش نشست و گفت من فکر کنم تمام وقتی که گذاشته بودم برای به دست آوردن غذا اگه صرف تمرین پرواز میکردم کلی هیجانات بیشتری داشتم، کلی تجربیات جدیدتر به دست می آوردم. سعی می‌کرد تا جایی که میتونه بالا و بالاتر بره و از اون بالا مستقیم شیرجه بزنه تو آب. یه بار این کارو کرد، از ارتفاع 1000 متری مستقیم شیرجه زد توی آب و اونجا بودش که وقتی به عمق آب رفت یه شکار، یه ماهی خوشمزه تر به دستش افتاد. بعد اون موقع فکر کرد، گفت عجب، ماهی‌هایی که تو عمق هستن خیلی خوشمزه تر از ماهی‌هایی هستن که تو سطح آب شنا میکنن. این براش که تجربه خیلی دلنشینی بود. بازم دلش نمی اومد که اینا رو خودش تنهایی انجام بده. دوست داشت به بقیه مرغا هم بگه، بهشون بگه ماهی‌های عمق خیلی خوشمزه ترن، پرواز تو اوج خیلی قشنگ تره، هرچی بالاتر میریم نیاز به انرژی کمتری داریم برای اینکه پرواز کنیم. جاناتان هر روز موقعی که مرغای دریایی دیگه مشغول صبحونه خوردن یا شکار کردن بودن به صخره تنهایی خودش میرفت و شروع به پرواز کردن میکرد. بالا بالا بالاتر سعی میکرد چرخ بزنه، ملق بزنه، کارهای آکروباتیک انجام بده. تو این مسیر همیشه اینجوری نبود که فقط بتونه بالا بره و کلی خوشحال باشه. بعضی وقتا هم انقدر بالا میرفت اوج میگرفت و بعدا مثل یه توده پر محکم به صخره ها میخورد. خیلی درد داشت. بعضی وقتا هم بیهوش میشد. اتفاقا یکی از شبهایی که داشت به اوج 3000 متری میرفت با شدت به یکی از صخره ها برخورد کرد و بیهوش شد. همون شب تصمیم گرفت که مثل مرغای دریایی دیگه باشه. انقدر دردش اومده بود و انقدر براش رنج داشت که گفت اصلا من مگه شاهینم؟ یا مثلا من برای چی باید توی این سطح پرواز کنم؟ اصلا شاید من به دنیا اومدم که فقط باید شکار بکنم، چرا سعی میکنم علیه طبیعت خودم بجنگم؟ اون شب همه فکرشو جمع کرد و گفت من برمیگردم سمت قبیلم، میرم پیش مرغای دریایی دیگه و اصلا کلا فراموش میکنم که من میتونم تو ارتفاعات بالاتر پرواز کنم. شاید این هم سرنوشت منه، من باید سرنوشت رو قبول کنم. من یک مرغ دریایی به دنیا اومدم و 100% یک مرغ دریایی هم خواهم مرد. من هیچ وقت یه شاهین نمیشم. یکی از همین شب‌هایی که جاناتان دیگه تصمیم گرفته بود دیگه سراغ پرواز نره، تجربه جدیدی رو نداشته باشه، یه شب کنار ساحل نشسته بود و داشت به دریا نگاه میکرد. بازتاب نورای شهر رو توی دریا داشت میدید، آسمون سیاه، هوای زیبا، همه اینا رو داشت نگاه میکرد و پیش خودش میگفت عجب، اگر من بتونم توی این آسمون قشنگ، توی این نورا پرواز کنم چه هیجانی داره. ولی یکی هم ته دلش بهش میگفت تو یه احمقی، کدوم مرغ دریایی دیدی که تا حالا توی تاریکی شب پرواز کنه؟ هر بار که اوج میگرفت، هر بار که تلاش میکرد ارتفاع بالاتری بره، رکورد جدیدتری رو بزنه، یه چیزی تو دلش بهش میگفت جاناتان، هیچ مرغ دریایی توی تاریکی شب پرواز نمیکنه. جاناتان، تو یه جغد نیستی. اگه قرار بود تو تاریکی شب پرواز کنی تو جغد میشدی. اگه قرار بود تو ارتفاعات پرواز کنی حتما تو یه شاهین میشدی. درست همینجا بودش که یه جرقه توی سرش زد و گفت بالهای کوتاه، شاهین‌ها بالهای کوتاه دارن، پس من اگر بخوام تو ارتفاع بالا پرواز کنم باید بالهای کوتاه‌تری داشته باشم. شروع کرد به جمع کردن بالهاش تا میتونست بالهاشو به خودش نزدیک کرد که بالهاش کوتاه‌تر بشن و همین موقع بودش که ارتفاع جدیدی رو کشف کرد. بالاتر و بالاتر و بالاتر رفت و فهمید که هر چقدر بالاتر میره انرژی کمتری لازم داره برای اینکه بتونه خودش رو تو اوج نگه داره. تو ارتفاع 1000 متری، 2000 متری خیلی کمتر بالاشو تکون میداد، اصلا بالاشو دیگه تکون نمیداد. ارتفاع 3000 متری، 4000 متری و از اونجا شروع میکرد شیرجه زدن توی آب. تا خود صبح جاناتان داشت اینا رو تمرین میکرد. کم کم فهمید که با تغییر دادن زاویه بالهاش میتونه توی آسمون چرخ بزنه، تو ارتفاعات بالاتر حرکات آکروباتیک از خودش در بیاره و این براش اوج لذت بود. هر ارتفاع جدیدی رو که تجربه میکرد، هر یه چرخی که تو آسمون میزد، هیجاناتش بیشتر و بیشتر میشد.
صبح یکی از روزایی که جاناتان پرواز هیجان انگیزی رو در بالاترین اوجی که تا حالا تجربه کرده بود تجربه میکنه، وقتی که درست مرغای دریایی دیگه مشغول صبحانه خوردنشون بودن، جاناتان از بالاترین اوجی که تا حالا داشته به عمق آب سقوط آزاد میکنه. وقتی هم که از آب بیرون میاد میبینه که تمام مرغا توجهشون بهش جلب شده، هیجان زده میشه، شروع میکنه حرکات آکروباتیک کردن، چرخ زدن و سعی میکنه تمام هنرشو به مرغای دیگه نشون بده که شاید اونا هم تحریک بشن، هیجان زده بشن و بخوان پرواز کردن با جاناتان رو به اون شکل و چرخ زدن تو آسمون رو تجربه کنن. وقتی که از پرواز فارغ میشه و به جمع مرغای دیگه میپیونده، توقع داره که مرغای دیگه ازش سوال کنن جاناتان چجوری اینجوری پرواز کردی؟ همین موقع است که صدای رئیس قبیله مرغا به گوشش میرسه که میگه جاناتان لیوینگستون بیا وسط وایسا. حتی پیش خودش یه سخنرانی قرار هم آماده میکنه که بگه نه برادران خواهران، من دیگه خیلی کار بزرگی نکردم، حالا دیگه تا اون حدی هم نیستش که بخوام رهبر شما باشم. چون پیش خودش فکر میکرد الان با این کار هیجان انگیزی که انجام داده حتما به عنوان رهبر قبیله انتخاب میشه. ولی درست همین موقع است که رئیس مرغای دریایی بهش میگه مرغ دریایی جاناتان لیوینگستون، روزی باید یاد بگیری که بی‌مسئولیتی هیچ سودی نداره. زندگی ناشناخته و غیر قابل درکه. فقط همین رو میدونیم که به دنیا اومدیم تا غذا بخوریم و تا زمانی که میتوانیم زنده بمانیم. جاناتان خشکش میزنه. توقع هر عکس‌العملی رو داشت الا این عکس‌العمل. واقعا فکر میکرد همه الان میخوان تشویقش کنن. تا اون موقع هزاران سال بود که هیچ مرغ دریایی جرئت نکرده بود که حتی در برابر دستورات بدتر از این هم در برابر رئیس قبیله حرفی بزنه. ولی جاناتان میگه بی‌مسئولیتی برادران، بی‌مسئولیتی؟ چه کسی مسئولتر از مرغ دریایی که به دنبال مفهوم و هدفی والاتر برای زیستن باشد و آن را یافته باشد؟ هزاران سال است که به دنبال کله ماهی در تکاپو هستیم، اما اکنون دلیلی برای زیستن، برای آموختن، برای کشف کردن و برای آزاد بودن داریم. به من یک فرصت، فقط یک فرصت بدهید، اجازه بدهید آنچه یافتم را به شما نشان دهم. اما اونها عزم خودشون رو جذب کرده بودن و حاضر نبودن به هیچ وجه به حرفای جاناتان گوش بدن. همه با هم روشون رو برگردوندن و به جاناتان گفتن که تو از قبیله طرد میشی. و اونجا بود که جاناتان فهمید هیچ راه دیگه نداره، باید بره تو تنهایی خودش با درد طرد شدن از قبیله هم کنار بیاد. و پیش خودش گفت حالا میفهمم که علت عمر کم مرغای دریایی چیه. این هستش که پر از خشم و ذهنیت‌های قبلیشون هستن و حاضر نیستن به هیچ عنوان ذهنیت‌های قبلی و تفکرات قبلیشون رو عوض کنن. جاناتان به صخره تنهایی خودش برمیگرده و فقط تمرکز میکنه به تمرین کردن تا اینکه یه روزی در اوجهای بالایی که داشته پرواز میکرده 2 مرغ دریایی میان کنارش و شروع میکنن پرواز کردن باهاش. وقتی که نگاه به مرغای دریایی میکنه اول شک میکنه، میگه چطور این مرغای دریایی دارن تو این اوج با من پرواز میکنن. یکم که دقت میکنه به مرغای دریایی میبینه که رنگ پراشون خیلی براقه و مثل نقره دارن میدرخشن. هر حرکت آکروباتیکی که انجام میده میبینه اون مرغا هم مثل اون کار رو انجام میدن. به راست چرخ میزنه، به چپ چرخ میزنه و میبینه این مرغا هم دارن مثل اون به سمت راست و چپ چرخ میزنن و هرچی بالاتر میره میبینه این مرغا همچنان دارن با اون بالا میان. اونجا کشف میکنه که حتما این 2 مرغایی هستن که باهاش هم فکرن و مثل اون فکر میکنن. اون 2 مرغ بهش میگن جاناتان لیوینگستون، مأموریت تو اینجا تموم شده و اینجاست که مرحله جدیدی از زندگی جاناتان شروع میشه. بخش اولی کتاب اینجا تموم میشه و جاناتان لیوینگستون همراه اون 2 مرغ از زمین ناپدید میشه. بخش دوم کتاب توی محیط جدیدی اتفاق میافته. جاناتان وقتی چشمشو باز میکنه میگه پس بهشت اینجاست.
اون با خودش لبخند میزد و پیش خودش فکر میکرد حالا که وارد بهشت شده بذار همه جا رو کند و کاف کنه، همه جا رو ببینه چه جور محیطی هستش. توی بهشت همه مرغای دریایی که زندگی میکردن و دور و اطراف جاناتان بودن همه مثل جاناتان فکر میکردن، همه عاشق سرعت بودن، همه عاشق پرواز کردن بودن، پرواز کردن، سرعت داشتن، کشف کردن دنیاهای جدید، غلبه کردن بر محدودیت‌های خودشون. تمام فکر و ذکر بقیه مرغای دریایی بود، همونجوری که جاناتان فکر میکرد. اونا مثل بقیه مرغای دریایی که روی زمین بودن نبودن. اونا همش به فکر غذا خوردن و قاپیدن غذا از همدیگه نبودن. اونا دائما در حال تمرین کردن و غلبه بر محدودیت هاشون بودن. حالا تو این دنیای جدید، تو این بهشت، سوالهای جاناتان هم تغییر کرده بود. اون پیش خودش فکر میکرد چرا تعداد مرغای دریایی اینجا انقدر کمه؟ مگه نه اینکه اینجا باید فوج مرغ دریایی ببینم؟ چرا انقدر خسته میشم؟ چرا انقدر خوابالود هستم؟ چرا همه چیز برام یه جور دیگه است تو این دنیا؟ همه دارن توی دنیای خودشون کند و کاو میکنن، کسی به کسی کاری نداره، کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه. هر کسی برای اینکه بتونه بیشتر و بیشتر به محدودیت‌های خودش غلبه کنه فقط دنبال پیدا کردن نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌های خودشه. اینا سوالای جدیدی بودن که جاناتان باهاش دست و پنجه نرم میکرد و یه شب که با سالیوان مربی خودش در حال پرواز کردن بود این سوالا رو ازش میپرسه چرا اینقدر تعداد ما اینجا کمه؟ چرا از اون همه مرغ دریایی که من میشناسم یک دونشون هم اینجا نیست؟ سالیوان مرغ دریایی اینجوری بهش پاسخ میده: تنها پاسخی که میشناسم این است که در میان 1,000,000 پرنده یکی مثل تو پیدا میشود. بیشتر ماها خیلی به کندی راه را پیموده ایم. ما از یک جهان به جهان دیگر شبیه به آن سفر کردیم. فراموش کردیم که از کجا آمده ایم. اهمیتی ندادیم که به کجا خواهیم رفت. در لحظه زیستیم. فکر میکنی پیش از اینکه برای نخستین بار به این اندیشه که جز زیستن، خوردن و جنگیدن یا قدرت یافتن در فوج هدف والاتری هم وجود دارد برسیم چند بار بایستی زندگی کرده باشیم؟ 1,000 زندگی جان، 10,000 و آنگاه 100 زندگی دیگر تا اینکه فرا گیریم چیزی به اسم کمال وجود دارد و از نوع 100 زندگی دیگر تا اینکه درباره هدف زندگیمان که رسیدن به آن کمال و نشان دادن آن است صاحب اندیشه شویم. همان قانون اکنون نیز بر ما حاکم است. البته جهان بعدی را از آنچه که در جهان حاضر آموخته ایم انتخاب می کنیم. اگر چیزی نیاموزیم جهان بعدی نیز مانند زندگی فعلی من خواهد بود. همان محدودیت های مشابه و دشواری هایی که باید بر آنها غلبه کنیم. بالهایش را گشود و در جهت باد چرخید. سالیوان بهش گفت: جاناتان، تو اینا رو یک بار آموخته ای. وقتی فهمیدی که هدف ما از زندگی کردن روی این زمین چیه، رسیدن به کماله و داری برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنی، یعنی که نیازی نداری هزاران زندگی رو دوباره با همه اون محدودیت ها و مشکلات تجربه کنی. تو به هدفت رسیدی. تو در راه رسیدن به کمال در حرکت هستی و تا یک جایی هم موفق شدی. این زندگی همینجور توی بهشت ادامه پیدا میکنه. جاناتان هر روز به سرعتش اضافه میکنه: 300 کیلومتر در ساعت، 400 کیلومتر در ساعت، 500 کیلومتر در ساعت. و بعد میگه آخر اینجا کجاست؟ قرار من کجا برم؟ بعد از این سرعت ها اصلا برسم به سرعت 1000 کیلومتر در ساعت. بعدش چی؟ یه بار که مرغای دریایی همه کنار هم نشسته بودن و پرواز شبانه نداشتن که بخوان تمرین کنن، جاناتان دلش رو به دریا میزنه و میره سراغ مرغ فرزانه، چیانگ. مرغ فرزانه تنها مرغی بوده که با اینکه کهولت سن داشته، با اینکه سنش از همه بیشتر بوده، ولی هیچ اثری از ناتوانی، کهنسالی، بیماری در وجودش دیده نمی شده و حتی با بالا رفتن سن اباحتش هم بیشتر شده بود. جاناتان از مرغ فرزانه میپرسه: چیانگ، اینجا بهش نیست، درسته؟ چیانگ نگاش میکنه و بهش میگه: داری چیزای جدیدتری یاد میگیری. جاناتان از مرغ فرزانه میپرسه: خب از این به بعد چی؟ قراره چقدر سرعت من اضافه بشه؟ اصلا ما به کجا میریم؟ اگر اینجا بهشت نیست پس بهشت کجاست؟ مرغ فرزانه بهش میگه: بهشت یک مکان نیست، یک زمان هم نیست. بهشت رسیدن به کماله. تکرار میکنم: بهشت یک زمان نیست، یک مکان هم نیست. بهشت یعنی رسیدن به کمال. مرغ فرزانه اضافه میکنه: جاناتان، درست لحظه ای که به سرعت نهایی برسی
بهشت را حس خواهی کرد و سرعت نهایی پرواز با سرعت 1000 کیلومتر یا 1,000,000 کیلومتر در ساعت یا حتی سرعت نور نیست، چون هر عددی یعنی محدودیت و کمال حد و مرز ندارد. پسرم، سرعت نهایی یعنی بودن در بهشت. درست تو همین موقع مرغ فرزانه ناپدید میشه و چندین متر اونورتر دوباره ظاهر میشه و به جاناتان میگه برای اینکه با سرعت اندیشه به هر مکانی که میخوایی پرواز کنی باید با این تصور و فکر شروع کنی که به آنجا رسیده ای. چشمای جاناتان برق میزنه و میفهمه که مرحله بعدی که باید روش تمرکز کنه اینه که با سرعت اندیشه حرکت کنه، با سرعت اندیشه پرواز کنه و همینجاست که با سالیوان شروع به تمرین کردن میکنه برای اینکه بتونه مثل مرغ فرزانه در یک لحظه از یه جا ناپدید بشه و در یک مکان دیگه‌ای ظاهر بشه. قبل از اینکه بریم بخش سوم برمیگردیم به یه شبی که جاناتان با سالیوان مربی خودش در حال پرواز کردن بودن. سالیوان بهش میگه جاناتان تو به اون چیزایی که میخواستی رسیدی، به اون حد کمالی که میخواستی رسیدی. میتونی از این به بعد همه عمرتو صرف این کنی که توی همین بهشت با همه مرغای دریایی دیگه‌ای که مثل تو هستن زندگی کنی و از تجربیاتت لذت ببری. ولی افکار جاناتان تو جاهای دیگه پرواز میکرده. جاناتان تمام وجودش پر از آتیش این بوده که میخواسته برگرده به زمین و به مرغای دریایی که هم قبیلش بودن کمک کنه. شاید یکی از اونها دلش بخواد مثل جاناتان دنیاهای جدیدی رو کشف کنه. این حرف رو با سالیوان در میون میذاره. سالیوان بهش میگه از اینجا به بعد میل خودته، میتونی تو اینجا بمونی و در این مرحله کمال خودت همچنان به زندگی ادامه بدی، یا اینکه میتونی دنیای جدیدی رو دوباره کشف کنی، یا اینکه برگردی به زمین با تمام مشکلات‌ها و فراز و نشیب‌های زمینی دوباره روبرو بشی و به مرحله جدیدی از کمال برسی. اینجا جاناتان انتخاب میکنه که دوباره به زمین برگرده. جاناتان به زمین و به صخره تنهایی خودش برمیگرده. اونجا با یه مرغ دریایی جوون که پر از خشم و نفرته ولی همچنان در حال تمرین کردن و پرواز کردن برخورد میکنه. متوجه میشه که فلچر به همون دلایلی که جاناتان از قبیله طرد شده، از قبیله مرغان دریایی طرد شده. دوستیش با فلچر از همونجا شروع میشه و اونا با هم تصمیم میگیرن که جلوی چشم مرغای دریایی دیگه شروع به پرواز کردن بکنن و هر چیزی که تا اون موقع یاد گرفتن رو به اونها نشون بدن. البته فلچر وقتی توانایی‌های جاناتان رو میبینه ازش میخواد که شاگرد جاناتان باشه و جاناتان هم با کمال میل شروع میکنه به تعلیم دادن فلچر. کم کم فلچر هم مثل جاناتان میتونه توی هوا چرخ بزنه، آکروبات انجام بده و به ارتفاعات بالاتر بره و از ارتفاعات بالاتر توی دریا شیرجه بزنه. وقتی به مهارت‌های لازم میرسه دیگه فلچر و جاناتان لزومی نمیبینن که خودشون از دید مرغای دریایی دیگه پنهان کنن. اینی که شروع میکنن جلوی چشم مرغای دریایی دیگه، پیران و بزرگان قبیله پرواز کردن و اون مهارت‌ها و حرکات زیباشون رو به اونها نشون دادن. مرغای دریایی دیگه اولش جبهه میگیرن، سعی میکنن نگاهشون نکنن و براشون یه چیز عجیب غریبه. شما فکر میکنن اصلا چرا باید یه مرغ دریایی توی این ارتفاع پرواز کنه؟ چرا باید توی آسمون چرخ بزنه و این مدلی پرواز بکنه؟ رئیس قبیله و بقیه بزرگان قبیله هم به مرغای دیگه میگن پشتتون رو بکنید، نگاهشون نکنید. مرغای دریایی هزاران ساله که به سبکی که ما داریم زندگی میکنیم زندگی کردن و هیچ وقت یه مرغ دریایی به اون شکل پرواز نکرده، اونجوری تو آسمون چرخ نزده. تمام هدف ما از زندگی کردن اینه که یه غذایی به دست بیاریم و بخوریم و زنده بمونیم. ولی خب مسلما مرغای دریایی جوانتر تحت تاثیر اون حرکات و اون زیبایی پرواز جاناتان و فلچر قرار میگیرن و سعی میکنن که یه مقدار بیشتر نگاه کنن، هیجان زده میشن و دوست دارن بدونن که چی شده که این دوتا مرغ اینجوری دارن پرواز میکنن. مرغای دریایی جوان شروع میکنن رفتن به سمت جاناتان و فلچر. دلشون میخواد بدونن که چیکار میتونن بکنن که مثل اونا این هیجانات پرواز رو تجربه بکنن. کم کم 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا شروع میشه و یکی یکی مرغا به جمع جاناتان و فلچر میپیوندن.
یه روز جاناتان و فلچر چشم باز میکنن و میبینن که هزاران مرغ دریایی از قبیلهشون جدا شدن، طرد شدن و به اونا پیوستن. وقتی جمعیت مرغا زیاد میشه، به هزاران مرغ میرسن، چالش ها یکی یکی شروع میشه. چرا؟ چون همه مرغا توانایی رو نداشتن که مثل جاناتان و فلچر هر روز تمرین کنن یا مثل مرغای موفق تر. کم کم شروع میکنن یه بهانه‌هایی پیدا کردن برای اینکه تمرین نکنن، خسته میشن، حوصله‌شون سر میره، دلشون میخواد به زندگی تنبلی خودشون برگردن. اینجاست که یه سری زمزمه ها شروع میشه و برمیگردن به جاناتان و فلچر میگن ما مثل شما نیستیم، مطمئنا شما یه موجوداتی هستین که یه توانایی خاصی از طرف خدا دارین، مثل ما آدما که وقتی که میخوایم تنبلی کنیم، نمیخوایم یه کاری رو انجام بدیم، میخوایم پشت هم اندازی کنیم، زودی یه بهانه براش درست میکنیم، میگیم اگه فلانی موفق شده حتما یه بابای اینجوری داشته، حتما یه خانواده اونجوری داشته، حتما فلان کسایی پشتش بوده. نه، اصلا شرایطش با ما فرق کرده، اصلا شاید نظر کرده خداست. مرغای دریایی هم همین حرفا رو توی خودشون تکرار میکنن که نه، حتما جاناتان پسر مرغ فرزانه هستش، جاناتان حتما با توانایی خاصی به دنیا اومده، ما که مثل جاناتان نیستیم، ما که مثل فلچر نیستیم، ما توانایی جاناتان و فلچر رو نداریم. بارها و بارها جاناتان بهشون تکرار میکنه که من هم مثل شما یک مرغ دریایی ساده هستم، من فقط تمرین کردم و تمرین کردم. بعد جاناتان و فلچر به یه مرحله جدیدی وارد میشن. همون مرغای دریایی که فوج فوج بهشون ملحق میشدن یکی یکی از قبیلهشون جدا میشن، چون دیگه خسته شده بودن، چون دیگه حوصله تمرین کردن نداشتن. خودشون باور کرده بودن که حتما جاناتان یا فلچر توانایی خاصی دارن که اونا این توانایی رو ندارن، بنابراین از قبیله جدا میشن و برمیگردن به همون زندگی قبلی خودشون که مرغای دریایی هزاران سال تجربه کرده بودن. وقتی اونها به جاناتان میگن جاناتان تو حتما فرزند مرغ کبیر یا مرغ فرزانه هستین، جاناتان میگه من یک مرغ دریایی ساده و معمولی مثل شما هستم، ولی همه ما در وجودمون قدرت این رو داریم که مرغ فرزانه یا مرغ کبیر بشیم. همه ما میتونیم به محدودیت هامون غلبه کنیم. تنها راه غلبه کردن به محدودیت هامون تمرین کردنه و اینکه ما در راهی که هستیم ناامید نشیم، خسته نشیم، پشت کار داشته باشیم، تمرین کنیم تا درهای دنیاهای جدید به روی ما باز بشه. جاناتان بعضی وقتا اونها رو دور هم جمع میکرد و بهشون میگفت برادران، تمام جسم شما از انتهای این بال تا انتهای بال دیگرتان چیزی جز افکارتان نیست. زنجیره افکارتان را بشکنید، بعد میبینید همان زنجیری که دست و پاهایتان را بسته از هم باز میشود. این قسمت، این حرفی که جاناتان میزنه که از این بال تا اون بالتون سراسر افکارتون هستین، منو یاد شعر مولانا میندازه که میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. این یعنی اینکه تمام وجود ما اندیشه های ما هستن. ما از اندیشه هامون ساخته میشیم، برای که جسممون یه مشت استخون و گوشته که اصلا هیچ ارزشی هم نداره و یه روزی هم از بین میره. تمام دغدغه جاناتان این بودش که روی ذهن مرغ‌های دریایی کار بکنه، روی ذهن شاگرداش کار بکنه و به اونها نشون بده که اونها موجودات نامحدودی هستن. شاگردای جاناتان وقتی که اون پرواز رو تجربه می‌کردن، وقتی اون رقص توی آسمون رو تجربه می‌کردن، خیلی به هیجان می‌اومدن. بعضی وقتا هم خسته می‌شدن، ولی توی ذهنشون همیشه پس ذهنشون یه محدودیتی رو احساس می‌کردن. همیشه پیش خودشون فکر می‌کردن که جاناتان حتما یه موجود خیلی خاصیه یا فلچر حتما یه موجود خیلی خاصیه که اینجوری نامحدود دارن پرواز میکنن و در آسمون چرخ میزنن. یکی از کارهایی که جاناتان میکرد این بودش که مرغا رو صف آرایی میکرد و اونها رو به رقص در آسمون وامی داشت. وقتی مرغای دیگه که روی زمین بودن پرواز زیبای اونا و رقص زیبای اونا رو توی آسمون میدیدن، خیلی به هیجان میومدن و دوست داشتن بیشتر و بیشتر راجع به اونا بدونن، ولی چون ذهنشون محدود بود و خودشون رو محدود میدونستن، مجبور بودن به اونا یه انگی بزنن. بعضیا میگفتن که جاناتان و فلچر حتما از طرف خدا اومدن، بعضیا پا رو از این فراتر میذاشتن و میگفتن اونا حتما از طرف شیطان اومدن. هیچ وقت یه مرغ دریایی ساده نمیتونه این توانایی رو داشته باشه و اینجا بود که جاناتان همیشه سعی میکرد به اونا بفهمونه هر چیزی که میبینید، هر محدودیتی که میبینید زاییده افکار شما هست و الان ما در درون هر کدوممون یه موجود
نامحدود زندگی میکنه که میتونه به هر چیزی که میخواد برسه. مرغای دریایی پیرتر و بزرگتر که هزاران سال به قوانین جامعه مرغای دریایی پایبند بودن و هیچ رقم حاضر نبودن هیچ چیزی غیر از اونها رو تحمل کنن، همیشه از مرغای دریایی دیگه میخواستن چشمشون رو ببندن، چون اونا موجودات شیطانی هستن. با نگاه کردن به اونها شیطون در اونها هم حلول میکنه. این همون چیزیه که ماها به عنوان یک انسان همیشه در طول تاریخ شاهدش بودیم. برای خودمون با مذهب، با قوانین، با فرهنگ‌های مختلف یه سری محدودیت‌ها درست کردیم و فکر می‌کنیم که دقیقاً همون محدودیت‌هایی که فکر می‌کنیم وجود دارن، در صورتی که هیچ محدودیتی برای وجود یک انسان و رسیدن یک انسان به کمال وجود نداره. مرغای دریایی دیگه که نمیتونستن به اون حد از توانایی برسن یا اینکه تنبل بودن و نمیخواستن تمرین کنن، همیشه سعی میکردن به اونها لقب شیطان رو بدن و یا اینکه هر کاری از دستشون برمیاد برای کشتن جاناتان و فلچر و پیروان جاناتان و فلچر انجام بدن. ولی جاناتان چیزی که یاد گرفته بود این بود که رسیدن به کمال یعنی عشق دادن نامحدود، حتی به کسی که دشمنت هست. جاناتان یاد گرفته بود اگر مرغای دریایی هستن که حتی میخوان تو رو بکشن، تو باید مرغ دریایی واقعی درونشون رو ببینی و کمک کنی بهشون که مرغ دریایی درونشون رو ببینن و با عشق باهاشون رفتار کنی. این چیزی بود که جاناتان میخواست به فلچر یاد بده. این چیزی بود که جاناتان کمال واقعی نامیده بود. در این بین یه روز که فلچر مشغول تعلیم دادن به شاگردانش بوده و داشته به ارتفاعات بالاتر میرفته و سقوط میکرده و یا چرخ زدن رو تمرین میکرده و به اونها یاد میداده، از ارتفاع خیلی بالا با سرعت خیلی زیادی محکم به یه صخره برخورد میکنه. بقیه مرغای دریایی دورش جمع میشن و همه میبینن که فلچر تکون نمیخوره و میگن که فلچر مرده. همین موقع فلچر با جاناتان دیدار میکنه. فلچر به جاناتان میگه آیا من مردم؟ جاناتان بهش میگه اگه تو مرده بودی که الان با من صحبت نمی‌کردی. اینجاست که فلچر میفهمه که همون حرکت جاناتان رو یاد گرفته. فلچر هم به همون مرحله که جاناتان رسیده بود میرسه، یعنی پرواز با سرعت تفکر. وقتی که فلچر به هوش میاد، بقیه مرغای دریایی شروع میکنن به همه کردن. بعضیا میگن اون از طرف خدا اومده، اون دوباره زنده شد. سعی میکنن ازش بت بسازن. یه سریا میگن از طرف شیطان اومده. خلاصه این یه سری تفرقه بین مرغای دریایی به وجود میاره. جاناتان اینجا میگه هیچ وقت فکرش نمیکردم وقتی به محدودیت‌های خودت غلبه می‌کنی و به مرتبه بالاتر میرسی، مردم تو رو خدا یا شیطان مینامن. اینجا دیگه به آخرای کتاب میرسیم. جاناتان از فلچر سوال میکنه تو به اون مرحله کمال رسیدی، آیا میخوای برگردی به قبیله خودت و به شاگردایی که تشنه آموختن هستن چیزی یاد بدی، یا اینکه ترجیح میدی توی همین بهشت زندگی کنی؟ و فلچر هم مثل جاناتان انتخاب میکنه که برگرده. ولی از جاناتان میپرسه جاناتان چجوری به یه جمعی که میخواستن تو رو بکشن، نمیخواستن حرفای تو رو گوش بدن و تو رو شیطان مینامن یا اینکه از تو بت میسازن، چجوری میتونی تو اون جمع برگردی؟ چجوری میشه به اونا آموزش داد؟ چجوری میشه محدودیت‌های ذهنی اونا رو از بین برد؟ جاناتان بهش میگه فقط با عشق بی قید و شرطه که میتونی این کار رو انجام بدی. وقتی که یاد بگیری تو وجود هر کدوم از اونها مرغ دریایی واقعی رو ببینی، وقتی که مرغ دریایی واقعی رو میبینی، همه این مشکلات برات خنده‌دار میشه، چون میدونی که تو درون هر کدوم از اونها یه مرغ دریایی نامحدود وجود داره که هر کاری رو میتونه انجام بده. فقط با عشق بی قید و شرطه که میتونی این کار رو انجام بدی. عشق بی قید و شرط. این مرحله بعدی کمال هست که جاناتان ازش یاد میکنه. جاناتان میگه چرا تو این دنیا هیچ کاری سخت‌تر از متقاعد کردن یه پرنده نیست که بهش بگی آزاده و نامحدود و فقط با زمان گذاشتن و تمرین کردن میتونه به اون نامحدودی و آزادی برسه. فلچر از اینکه جاناتان میخواد ترکش کنه و از اونجا بره خیلی ناراحت میشه. به جاناتان میگه چرا میخوای از اینجا بری؟ تو که خودت تصمیم گرفتی برگردی میون قبیلت، برگردی روی زمین و به مرغای دریایی دیگه آموزش بدی. چرا میخوای بری؟ جاناتان میگه
فلچر، تو الان به مقامی رسیدی که برای رهبری و آموزش دادن به این قبیله آمادگی کامل داری. من دارم به این فکر میکنم که شاید یه فلچر دیگه، یه مرغ دریایی دیگه، یه گوشه ای از این زمین مشتاق باشه که یاد بگیره چطور پرواز کنه. فلچر بهش میگه من چجوری با این همه محدودیت هایی که تو ذهن اونها وجود داره، با این همه نفرتی که تو بعضی از اونها وجود داره، برگردم و به اونها آموزش بدم. جاناتان میگه یه مرغ خشمگین و پر از نفرت رو تو همین چند ماه پیش به یاد میارم که به خاطر اینکه از قبیله طرد شده بود تا سرحد مرگ حاضر به جنگیدن بود که برای خودش یه دوزخی رو بنا کنه و توی اون زندگی کنه، ولی الان بهشت شخصی خودش رو داره که میتونه بقیه مرغ‌ها رو هم به سمت اون هدایت کنه. و در نهایت جمله‌ای که جاناتان به فلچر میگه قبل از اینکه توی افق محو بشه: آنچه را چشمانت به تو میگویند باور نکن، فقط محدودیت ها را نشان میدهند. به بصیرت جان اتکا کن، حقیقتی را دریاب که در عمق وجودت پنهان است و به برکتش میفهمی چطور باید پرواز کنی. پیامی که این کتاب برای ما داره اینه که نقشه راه رسیدن به کمال تو وجود همه ما هستش. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که اجازه ندیم تفکراتمون و محدودیت هایی که فقط زاده تفکراتمون هستن به ما غلبه کنن. تا همیشه از یاد گرفتن و کنجکاو بودن غافل نشیم و اینکه هر چیزی رو که یاد میگیریم سعی کنیم به دیگران هم یاد بدیم. مهم نیستش که عکس العمل اونا چی میخواد باشه، ما باید سعی کنیم که دیگران رو هم آگاه بکنیم. عشق بی قید و شرط، به قول جاناتان، این آخرین مرحله از کماله. اگه این کتاب رو دوست داشتین، لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگه فکر میکنید به درد دوستان و عزیزانتون میخوره، حتما باهاشون شیر کنید. با یه کتاب دیگه برمیگردم.